بگید اونها قسم خوردن که کدام مکتوبی که داخلش پول داشته باشه داملا جوابش میگویند، پول نداشته باشه جواب نمیگویند. خدا رحمت کنیم برادری بدگمانه. من مکتوب های شما را 2 روز 3 روز در پیش نماز محراب میگذارم میایستد. بنابر کسانی که همین گمان دارن ببینن تا 2 روز 3 روز بعض اونها رو تا شب جمعه آینده خرید من نمیگیرم که همونها رو که شاید بینه دیگه تاش داخلش 1 سامانی دارد. اگر این مکتوب ها پول میداشن حالا من خیلی بای میشدم، زیرا که امشب حساب کردم 600 مکتوب از بالای میزی من. برادران عزیز، خصوصا طالب علما، شما را وظیفتان خواندن است، شما را وظیفتان تقوا است، شما را وظیفتان خوشگمان بودن با برادر مسلمان است. از حاضر که شما در این وقت طالب علمی عداوت دارید، حسد دارید، بدگمان هستید به پیشواهای خود، آینده از شما اسلام چگونه یک پیشوا رو میبرارد؟ آینده از شما مسلمان ها از شما چی تعلیم میگیرند؟ اوبال بزدتان الله مغفرتتان کنند. خوبه که از این زاید من افسوس میکنم که اینها به من روپرو باشن، من دل مخالی کنم، اما در جای به من اینها و میخورن که منبر رسول اکرم است، نمیدانم من دهنم به اختیار خود سرتیم. در جوانی طاعت خدا افتخار دروشم، جوانا اگه طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر. رنگی من که شدی دیگه خسته نمیتن، میان در میکنه، زانه ها در میکنه، مشکل بشه. الان مثل چنچل باری پریده میخیدی، نماز شب هم که خیلی خستگی ندارد برات، مسجد هم که روی خستگی ندارد برات، جمعه هم که روی خستگی ندارد برات. خلاصه جوانی غنیمت و فیض رحمت. نماز این کلیدی جنت است. نماز رابطی بنده با آفریدگارش الله رب العالمین است. نماز فرق بین مؤمن و کافر است. نماز خوشنود کننده رحمان است. نماز شکننده قامت شیطان است. عزیز من، شما اگر نمازاتان خانه خدا از شما راضی است، آفریدگار، همون خدایی که 2 قطره آب صورت انسانی داد، همون خدایی که در رحم مادر تو رو نقاشی کرد و این قامت زیبا، این چشمان شهلا، این ابروان سیاه، این مژگان‌های دراز، خلاص این رو بگفتن تمام نمیشه. انسان نعمت‌هاش که خدا داده است، من همون خدا رو بچم دوست داره عبادت کنیم. نماز خوانده همون خالق است تو راضی میشن. نماز نخوانده شیطان است و خرسند میشه. امروز شیطان ها فرق نداره، شیطان انس است و شیطان جین، از نماز نخواندن شما خرسندن. اما خالق آسمان و زمین که رول کائنات در دست اوست، از این در غضب میبیارد. خدا که نکنه عذاب فرستد. اگر عذاب فرستد هیچ کس پیش راهی او رو گرفته نمیتونه. من اول بچم نماز کردم. مکافات نماز در این دنیا محبوبیت است. این پدر و مادر دوست میداره، همسر رو دوست میداره. نماز خوشنود کننده پروردگار است. مکافات نماز فردا بستان سرای جنت است. جنتی که جوانیش پیری نداره، شادیش غم نداره، خرسندیش ماتم نداره، حیاتش مرگ نداره. مکافاتش همین نماز است. امروز بلیت میگیری، فردا میری میدرایی. امروز با طاعت و بندگی سزاواری دعوتنامه الهی میشی، فردا که رفتی این دعوتنامه رو میگیری بهشت میدرایی. و این لا بهشت خدا نصیب نمیکنه برای بی نماز. خدا قرآن ده یک مذمتی که دوزخی‌ها رو میکنه، به یک دیگر سوال جواب میکنن چی تو دوزخ رفتی؟ تو تاجیک بودی میگم مسلمانم، تو قراتگینی و رابطی بودی میگم من مسلمانم که هر دارم اون کافر میگه چی شدی تو در دوزخ میسوزی؟ جواب چی میگفتن؟ لم نکن من المصلین. سببش هم که ما نماز شوخی فهمیدیم، نماز نخواندیم. گپ یهودی ها رو گرفتیم، خیال کردیم که این گپ انیق است و این گپ حقیقت است. مسلمانی در دل تازه باشه، هر کار کنید باش ضرر نداره. این شعار یهودی است. این نه پیغمبر اسلام گفتگی است، نه اصحاب بزرگوارش گفتگی است، نه امام اعظم راهبر مذهب دینی تام گفتگی است، نه یگان عالمی که اندک
علمش در پیشگاه خدا قدر داره بودی. این علمای یهود برآوردن، در زبان حاکم ها این تلقین کردن، حاکم ها در ملاهای این خطا هست. یکم حسرتی که دوزخی ها میخونن همین است که لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین. یا الله، نماز نخواندم مونده دوزخ رفت. اون روز این بلبلا دیگه نمیتونن گویان. آره اون روزا این مناظره میشه بین اینها و بین راهبراشون. بعد که سوره سبا خدا اینو بیان میکنه که ما وقتی فرصت ندارم. به هر حال عزیزی من نماز خواهد خواهرایی که نوارا رو تماشا میکنه، بازم میگم نماز عبادت است که از روز بلوغ فرض میشه و تا آمدن مرگ یگان لحظه این ساقط نمیشود. نه در حالت کار، نه در حالت گرمی، نه در حالت سردی، نه در حالت بیماری، حتی در حالت جنگ رویاروی هم نماز ساقط نمیشود. خدا قرآن رو یک آیه مبارکه رو در مخصوص نماز حالت قتال بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان و اذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من خود. در او حالتی که دو طرف دشمن автоматон در گرفته است نماز ساقط نشود. چه گفته آدمی در خانهش میشینه نماز باید مسلمان باشه، در کارخانهش میشینه جای تینجان نماز نخونه باید مسلمان باشه. این خیال خام عزیز مجموع شد پرتا. قرآن خدا اینا رو مسخره میکنه. چه میگه تیل که امانیهم، یک آرزوهای خام هستی. جوانمردی و عالی همتی داره، شیرین سخنی داره. رسول اکرم بهترین شوهر برای جهانیان است، بهترین الگو و نمونه و مقتدا و پیشوا برای جهانیان است. شما میخواهی که نمونه ترین شوهر در عالم بشریت اگر کاوه جستجو کنه، تاریخ ها رو کاوه، این رسول اکرم است. و ازواج مطهرات چی اخلاق خوبی داشته. حتی حضرت انس میگه من رسول اکرم یگان بارم نشنیدم که همسراشانه سرزنش کرده باشند. چی جای حقارت، چی جایی که مشت لغت. ما امت حق داریم پیروی از رسول اکرم کنیم. آره زندگی زن شوهری طولانی است عزیزی من، گاها می شود حالتهای ناراحتی کننده، لیکن صبر باید کرد. صبر تلخ است و لیکن بری شیرین دارد. بنابر رسول خدا صلی الله علیه وسلم این من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا لاهلی و الطفهم به بودن. کامل ترین مرد مسلمان همون مرد است که با خانمش با خاندانش اخلاق خوب داره، چهره کشاده داره، زبان شیرین داره. اسلام یک دین است که ببین هر کاری که به خاطر زندگی شیرین خودت کن خدا براش ثواب میده. همسرت به خاطر محبت و دوستی عشق ورزی بوسه کنش ثواب میگیری. یک دسته از بازار گل خر بیار براش تحفه کن، خدا عروس مثل این گل همیشه شکوفا باشی، همیشه خوشبو تر و تازه باشی، همین برای ثواب و صدقه است. حتی و فی بوضع احدکم صدقه یا رسول اکرم گفتم. شما با همسراتون همخوابگی کنی علاقه جنسی، همین هم ثواب است. مثل دو رکعت نماز خواندگی بودین خدا براتون ثواب میده. به خاطر چی اصحاب حیران شدن یا رسول الله همخوابگی این چی جای عبادت است؟ گفتن اگر همین علاقه جنسی رو با یگان جای حرام کنه گناهگار میشه. آره میشه، حرام است. با همسر خودش کنه گفتن ثواب میگیرن. بنابر زبان شیرین با همسر عروس نازنین من گویی همین حکم سبحان الله رو داره، خدا برات ثواب میده. اسلام هم تو دین است. بنابر فیض رحمان بچه با عروس اخلاق خوب. هر ماهانتی که میگیری از گیان جگام چی درآمد میکنی، اول چیزی که میگیری برای مادرت گیر، دوم برای همسرت گیر. برای مادر و پدر و برای همسرت هیچ چیز دریغ نداره عزیز من. خدا برکت بده. بهترین نفقه همون پول است که فرزند برای همسرش و پدر و مادرش صرف میکنه. قرآن خدا میگه اعوذ بالله یسألونک ماذا ينفقون
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. یک صحابه پیش رسول اکرم آمد، گفت یا رسول الله، من 3 دینار دارم. گفتن یکیش غلام خریدم از بازار آزاد کردم برای خدا شدن. بیکن قاشقات سرمه کش، عطر زن، شوهر که آمد پیشوازش برا، وقتی که بینه خیال کنه که عروسی نو آوردی از خانه دار. این است آداب زن انسان خواهر عزیز. زیبایی شما خواهر قیامتی در آداب تان است، در خوش اخلاقی تان است، در فرمان برداری تان است. زیبایی زن در کیوانگیش است، زیبایی زن در خانشینیش است، زیبایی زن در احترام شوهرش است، زیبایی زن در وفاداری خیانت نکردن به شوهرش است، زیبایی زن فرزند خوب تربیت کردن است. فردوسی 1300 سال پیش گفته بود زنان را بود بس همین یک هنر کشینند و زایند شیرانی نه. ببین زن هنرش همین است. خانم